رانده بودند. مرداب با مهی که پایین آمده بود به او نزدیکتر شد و او خوابید. پدر تا 3 روز نیامد و کیا برگ‌های شلغم باغچه مادر را پخت و برای صبحانه نهار و شام خورد. به لانه مرغ‌ها سر زده بود تا تخم مرغ بردارد، اما آنجا خالی بود. هیچ مرغی، خروسی یا تخم مرغی وجود نداشت. مرغ‌های آشغال، شماها مرغ‌های آشغالید. از وقتی مادر رفته بود او سعی کرده بود با آنها رسیدگی کند، اما کار زیادی انجام نداده بود. حالا آنها به شکل یک دسته رنگارنگ قدقد کنان دور شده و به جنگل رفته بودند. باید روی زمین بلغور می‌پاشید که ببینند می‌تواند آنها را نزدیکتر بکشاند یا نه. در غروب 4مین روز پدر با یک بطری پیدایش شد و خودش را روی رخت خوابش ولو کرد. فردا صبح وقتی داشت به آشپزخانه می‌رفت نعره زد: اینا کجا رفتن؟ کیا بدون آنکه نگاهش کند گفت: نمیدونم. تا اندازه یه سگ ولگردم نمیدونی، مثل سینه‌های گاو نر، به درد نخوری. کیا آهسته و یواشکی از در ایوان بیرون رفت، اما وقتی در ساحل دنبال صدف خوراکی میگشت بوی دود احساس کرد و وقتی سرش را بالا آورد دید از سمت کلبه ستونی از دود خارج می شود. تا جایی که می توانست سریع دوید، از لابلای درختها گذشت و دید در حیاط آتش دمانه می کشد. پدر داشت نقاشی‌ها، لباس‌ها و کتاب‌های مادر را داخل شعله‌ها می‌انداخت. کیا فریاد زد: نه! پدر نگاهش نکرد، اما رادیویی را که با باتری کار می‌کرد داخل آتش انداخت. وقتی کیا جلوی تابلوهای نقاشی رسید صورت و دست‌هایش داغ شد و حرارت آتش او را عقب راند. به طرف کلبه دوید تا نگذارد پدر برگردد و وسایل دیگری ببرد. چشمش به چشم پدر افتاد. او پشت دستش را به طرف کیا بالا برد و کیا همانجا ایستاد. ناگهان پدر برگشت و لنگ لنگان به طرف قایقش